بسم الله السلام عليكم دوستای ارجمند. به درس دهم رسیدیم. الدرس العاشر گفتگو میانی حامد و محمد است. کوشش میکنیم روانه تیز بخونیم و جایی ده که کلمات نو ترجمه میکنیم و در قاعده نحوی بسیار نمیستیم. خب میگه الدرس العاشر. العاشر گفته بودیم بارها که این رقمی شمارویه، یعنی رقمی ترتیبیه. رقم شماروی نه، رقم ترتیبی. دهم، ده میشه و عشرتون، دهم العاشر. خب میگه حامد من انت، تو کی هستی؟ محمد میگه یعنی شناسایی کرده استش. محمد با حامد با محمد شناسایی کرده استن. من انت، تو کی هستی؟ اهمیت بده که انت جاینشینه. ما جاینشین ها بارها گفته بودیم که سه قسم میشه: متکلم، مخاطب و غایب. به یاد میاریم. متکلم دتای من، انا و نحن. انا و نحن، من مایان. خب مخاطب میشه انت، انتی، انتما، انتم و انتن. انت تو مرد، انتی تو زن، انتما شما هر دو، انتم شما مردها و انتن شما زنها. و غایب هو او مرد، هی او زن، هما آن دو کس نوابسته جنس، هم آنها مردها و هن آنها زنها. میتونیم به همین واسطه من سوال بگذاریم. من کی هستم؟ من انا، متکلم. مایان کی هستیم؟ من نحن. خب میگذاریم با مخاطب. من انت، مثل همین جمله. تو کی هستی؟ یعنی تو مرد. خطاب ما به سوی زن باشه. من انتی، تو زن کی هستی؟ خطاب ما به سوی دکس. من انتما. خطاب ما به سوی مردها. من انتم. خطاب ما به سوی زنها. من انتن. اگر سوال کنیم از غایب، سیم شخص، کسی که با ما نیست، میگیم من هو، او مرد کیست؟ من هی، او زن کیست؟ من هما، و دو کس کیست؟ من هم، وای مردها کی هستند؟ من هن، وای زنها کی هستند؟ یعنی با واسطه همین جانشین ها شما میتونید تمام نمودی سوال ها را بکنید. یعنی سه نمود: متکلم، یا که مخاطب، یا که غایب. محمد در جواب میگه که انا طالب بالجامعه. انا طالب بالجامعه. من دانشجو در جامعه هستم. حمید میگه انت طالب جدید؟ انت طالب جدید؟ آیا تو دانشجوی نو هستی؟ انت تو میشوه. امی همزه یکمش همزه استفهامه، یعنی سوالی. جمله ما را سوالی میکنه امی همزه استفهام. انت. اگر خطاب به سوی زن باشه خیر انتی. انت طالب جدید. خطاب ما به سوی زن باشه ایناش هم زنانه میشه. طالبم، جدیدم به کلمه زنانه میشه. میگیم انتی طالبة جدیدة. انتی طالبة جدیدة. خب در جایی که خطاب به سوی مرد میگه انت طالب جدید؟ محمد میگه نعم انا طالب جدید. بله من دانشجوی نو هستم. نعم انا طالب جدید. حمید میگه من این انت؟ تو از کجا هستی؟ یعنی از کدوم دولت هستی؟ من این انت؟ محمد میگه انا من الهندی. من از هندوستان هستم. انا من الهندی. حمید میگه مسموک؟ نام چیست؟ مسموک. به همین ترتیبی که حاضی ما انت گفتیم، همین اسم هم میتونیم تصریف کنیم. یعنی در متکلم، در مخاطب و در غایب. مسموک خطاب به سوی مرده. به سوی زن بگیم چی؟ مسموکی. اگر بس خطاب ما به سوی دو کس باشه مسموکما. اگر خطاب به سوی مردها باشه مسموکم. اگر خطاب به سوی زنها مسموکن. غایب باشه چی؟ مسموهو. نام او مرد کیست؟ نامش چیه؟ میگیم کو مسموهو. خطاب ما اگر به سوی، یعنی سوال ما از غایب زنانه باشه مسموها. نام او زن چیست؟ نامش چیه؟ مسموهما. نام هر دوی آنها چیست؟ مسموهم. نام آنها مردها چیست؟ و مسموهن. نام آنها زنها چیست؟ یعنی همش یک ترتیب داره. فقط همین را باید بگیرید که وقتی که ما مسموکه گفتیم، همین که کدام وظیفه را اجرا میکنه؟ انت. انت. شما فقط باید بگیرید جاینشین ها را، برای اینکه چقدر مهمه جاینشین ها را باید گرفتن. ما جاینشین متکلم داریم: انا و نحن، من مایان. مخاطب در 5 تا انت. باز همین انت تو مرد، جای همین انت را همین حرف که گرفته گیه. مسموک. ما نگفتیم ما اسمو انت. خیلی نمیگن عربا ما اسمو انت، میگن که مسموک، نام تو چیست؟ نه که همین حرفی کاف گویا که جاینشینی چی باشه؟ جاینشینی انت. مسموک. مسموکی گویا که ما گفتیم که ما اسمو انتی. ما اسمو انتی، نه که ما خیلی نمیگیم، میگیم مسموکی. خب گمان میکنم فهمیدین. اگر که نفهمو باشه باز هم در کامنت سوال کنید.
محمد میگه اسمی محمدون. ببینید همین حرف یا اسمی نامی من میشه و معنای من، همین جاینشین انا های. متکلم گفتیم چند جاینشین داره؟ دو تا، انا و نحن، من مایان. بازی خود شناسایی که دسته تنها میگه که اسمی نامی من محمد است. برام حرف یا گرفت، همین حرف یا وظیفه انا را اجرا میکنه. اسمی محمدون. حامد میگه ومن هذا الفتى الذي معك، ومن هذا الفتى الذي معك، و این جوانی که با همراهی توست کیست؟ همراه تو مع، اینا ببینید مع ظرفی زمان، ظرفی مکانه. معک باز هم همون طرزی که هازی گفتم کو اسمک جدا معک، خطاب به سوی مرد که هسته، همین حرفی کاف وظیفه انت را اجرا میکنه. آن جوانی که همراه توست یا که با توست کیست؟ همین بچه‌ای که با همراه توست کیه وی؟ معک. میتونیم گفته اگر خطاب با سوی زن که میبود میگیم معکی، اگر خطاب با سوی مردها باشه معکم، خطاب با سوی زنها باشه معکن، همراه شما زنها. اگر همراه من بگیم معی، مثل اسمی به همراه من میگه که معی اخی، همراه من برادری من است. اگر که بگیم همراه مایان میگه معنا، همراه او مرد معهو، همراه او زن معها، همراه آنها مردها معهم، همراه آنها زنها معهن. به همین واسطه شما میتونید تمامی یعنی کلمه های نوعی که بگیم ظرف های زمان یا که ظرف های مکان استفاده کنید، تصریف کنید. واسه هم کاری که ما کردیم معک، معکی، معکم، هم همیشه تصریف میگن، صرف کردیم یک کلمه را. محمد میگه هو زميلي، یعنی این سوال کرد که و من هذا الفتى الذي معك، فتى گفتیم جوان میشه، الفتى جوان، و این جوانی که همراه توست کیست؟ میگه هو زميلي، او همسینف من است، یا که همکرسی من، همکرس همسینف زميل میشه. هو زميلي. حامد میگه اهو ايضا من الهندی، اهو ايضا من الهندی، او نیز از هندوستان است. همین ایضا در لهجه تاجیکی خودمون میگن اورم، او رم. همین رم نمیدونم یک جا اومده لیکن در لهجه تاجیکی هسته. همین ایضا معنای همون رم میته. چی میگیم؟ اورم ای هندوستانه، اورم ای هندوستانه، یعنی به زبانی بگیم ادبی او نیز، یا که او این چونین از هندوستان است. معنای این چونین نیز همین ایضا میشه، ایضا. اهو ایضا من الهندی، اورم ای هندوستانه. محمد میگه لا هو من الیابانی، لا هو من الیابانی، نه او از ژاپن است. مسمه، نام او چیست؟ ببینید اونجا گفت که مسمک، نام تو چیست؟ وقتی که از غایب پرسید مسمه، نامش چیه؟ نام همون پسرکی که از ژاپن است. محمد میگه اسمه حمزه، نامش حمزه هسته، اسمه حمزه، حمزه زمقتی، اسمی غیر منصرفه، نمیگیم حمزه خطا، حمزه اسمی غیر منصرفه، اسمه حمزه، نامش حمزه های. ما لغتك یا محمد؟ حامد با محمد پرسیده ما لغتك یا محمد؟ ای محمد میگه زبانی تو چیه؟ یعنی چه خیلی زبانت؟ زبانی مادریت. ما لغتك یا محمد؟ محمد در جواب میگه که لغتی الاردیه. اگر یک جای بخونیم لغتی الاردیه، لغتی الاردیه، یا که میتونیم جدا بگیم لغتی الاردیه، زبانی مادری من اردی هست، زبانی مادری من اردی هست. حامد میگه اهی لغت سهلتون، اهی لغت سهلتون، آیا او زبانی آسان است؟ آیا زبانی آسان است؟ میتونیم امی او را ترجمه نکنیم. اهی گفته هی از بسوی زبان میگرده، زبان که بگیم ژنسکای را دسته زنانه که هسته، هی گفت اهی لغت سهلتون، زبانی آسانه. محمد میگه که یعنی در ترجمه میتونیم همین نگیم، هی را نگیم که او زبانی آسان است، میتونیم در حال ایجاد ترجمه کنیم زبانی آسانه یعنی اردی. محمد میگه نعم هی لغت سهلتون، نعم هی لغت سهلتون، بله زبانی آسان است. همین باز هم هی را میتونیم ترجمه نکنیم، فقط برای چیه؟ در زبان عربی توضیح میگیره، اما در ترجمه تاجیکی خما ترجمهش هم نمیکنیم، میگیم بله زبانی آسان است، نمیگیم او زبانی آسان است. حامد میگه و حمزه ما لغته، و حمزه ما لغته، زبانی مادری حمزه چه خیلیه؟ زبانی مادری حمزه چه خیلیه؟ محمد میگه لغته الیابانیه، زبانی مادری او ژاپنی هست. لغته الیابانیه، لغته الیابانیه،
وهي لغة صعبة. زبانی مادری او ژاپنی هست و او بسیار زبانی دشوار است. وهي لغة صعبة و او بسیار زبانی دشوار است. صعبة گفته دشوار. اگر که چیزی مردانه باشه میگیم صعبون. مثال میگیم هذا الدرس صعب. این درسی دشوار است. یعنی درس که مردانه است صعبون میگیم. لغت که زنانه که هست میگیم صعبتون. تای مربوطه استعمال میکنیم. فهمیده نه؟ وهي لغة صعبة. میگه بسیار زبانی دشوار است. باید مثال آورده دیگه. یا تاکش دیگه اللغة اليابانية. زبانی ژاپنی. چیزی نیست دیگه که نمیدونم. خلاص که در اینجا به عربی میگه که اللغة اليابانية. زبانی ژاپنی نم خیلی. حامد میگه این ابوک یا محمد. محمد میگه پدر تو کجاست؟ ابوک خطاب به سوی مرد. اگر که به سوی زن باشه چی؟ این ابوکی. مثلا یا فاطمه تو این ابوکی. جا که به سوی مرد خطاب این ابوک یا محمد. محمد میگه ابی فی الکویتی. پدرم در کویت است. ابی فی الکویتی. هو طبیب شهیر. و او طبیبی مشهور است. شهیر گفته بودیم مشهور میشود. هو طبیب شهیر. حامد میپرسه و این امک. مادرت کجاست؟ امک اگر خطاب به سوی زن باشه این امکی. خب این امه مادر او کجاست؟ این امها مادر او زن کجاست؟ و غیره. خیلی خودتون الکی به همون جاینشین ها میتونی هر یک کلمه را تصریف کنید. محمد میگه هی ایضا فی الکویت مع ابی. یعنی او نیز یعنی او مادرم. هی او زن یعنی مادرش. هی ایضا فی الکویت مع ابی. او نیز با پدرم در کویت است. با پدرم یعنی مع ابی میشود. با پدرم. هی مدرسه هناک. او مدرسه هست در آنجا. او یعنی مادرم مدرسه هست در همون کویت. حامد میگه اذهبت الى الكويت یا محمد. محمد میگه آیا کویت رفتگی هستی؟ اذهبت یعنی زبانی گذشته را از زبانی گذشته پرسیده. یگام رفتگی هستی کویت؟ محمد میگه نعم ذهبت. بله رفتگی هستم. ای فعلی ذهب. ذهبت یعنی من رفته بودم. رفتگی هستم. نعم ذهبت. حامد میگه و زمیلک این ابوه. و زمیلک این ابوه. همسین تو پدرش کجاست؟ ابوه. ببینه ای غایب پرسیده. ای سیم شخص ابوه. ای پدر تو ابوک. این ابوک. پدر او یک کس غایب مرد این ابوه. پدر او زن بگیم چی میگیم؟ این ابوها. این ابوها. محمد میگه ابوه فی الیابانی هو تاجر کبیر. ابوه فی الیابانی هو تاجر کبیر. پدرش در ژاپن است و او سوداگری کلان است. حامد میگه الک اخ یا محمد. محمد یگان برادری داری؟ الک اخ یا محمد. ببینید الک همین الک سوال کردن درباره انسانه یعنی خویش و تبار. آیا یگان برادر داری؟ اگر خواهر داشته باشی چی میگیم؟ الک اخت یا محمد. آیا پدر داری؟ الک ابون. آیا مادر داری؟ الک امون. یعنی همین الک گفته داشتن خویش و تبار. از خویش و تبار که پرسیدیم میگیم الک. اگر خطاب به سوی مرد باشه خطاب به سوی زن که باشه میگیم الکی. الکی اخون تو زن برادر داری. الکی امون تو زن مادر داری. خطاب به سوی مرد الک امون تو مرد مادر داری. الک اخون تو مرد یعنی برادر داری. یا خطاب به سوی محمد که هسته میگه الک. یعنی همین را باید بگیرید که الک درباره داشتن خویش و تبار. عندک از میگذاریم پایانتر ده. عند گفته یعنی پردمتی جسمی غیر جاندار میپرسیم. مثلا وقتی که میگیم تو خانه داری عندک بیتون. تو ماشین داری عندک سیارتون. تو دفتر داری عندک دفترون. عندک قلمون. عندک مفتاحون. مفتاح چی بود؟ کلید. تو کلید داری. یعنی سوال چی میشه؟ در عند میشه با واسطه عند. اگر که خویش و تبار پرسیدیم میگیم الک. محمد میگه نعم لی اخ واحد. بله من یک برادر دارم. من دارم یعنی لی میشود. لی من دارم. اگر تحت لفظ ترجمه نکنی خیلی نکنی که من به من هست برادر یکتا. اخ واحد خیلی ترجمه نکنی. لی اخ واحد ترجمه میشه به تاجیکی بله من یک برادر دارم. من یک برادر دارم. اسمه اسامه. نام او اسامه هست و هو معی هنا فی المدینه المنوره. و او با من است در اینجا در مدینه منوره.
وهو معي هنا في المدينة المنورة. ولي أخت واحدة اسمها زينب. ولي أخت واحدة اسمها زينب. و یک خواهر دارم نام او زینب است. و هي في العراق مع زوجها. و او یعنی خواهرش هي. و هي في العراق او در عراق است مع زوجها با همراهی شوهرش. با همراهی شوهرش. زوج گفته شوهر می شود. چرا اینجا کسره گرفت؟ به خاطری که مع ظرف زمان گفتیم که بارها مضاف می شود. مع مضاف، زوجها مضاف الیه. یعنی نادرسته بگیم که مع زوجها، برای که مع مضافه، زوجی مضاف الیه کشید کسره میگیره حتما. مع زوجها. و هي في العراق مع زوجها. و او در عراق است با همراهی شوهرش. زوجها مهندسون. ببینید در اینجا الکی دیم کلمه در وقتی که زوج پیش او یگان مضاف نیسته باز ما گفتیم زوجها، شوهر او مهندس است. زوجها مهندسون. خب حمید میگه عندك سیارة یا اخی؟ میگه برادر یگان ماشین داری؟ اخی یا اخی برادری من. میتونیم در اینجا ترجمه کنیم همچه ای برادر تو یگان ماشین داری؟ عندك سیارة یا اخی؟ ببینید عندك گفت. برای چی؟ برای که سیاره یعنی ماشین جسمی بیجانه، برای که عندك گفت. دفترم هم خیلی، قلم هم خیلی. یعنی نه اونقدر درسته بگیم که الک سیارتون، بلکه باید بگیم چی؟ عندك سیارتون. لک که گفتیم و چی سوال میکنیم ای خیش تبار. الک اخون، الک خالون، الک عمون، الک اختون و غیره. عندك سیارة یا اخی؟ برادر یگان ماشین داری؟ لا ما عندي سیارة. ببینید همین کلمه رو میتونیم باید بگیریم. ما عندي سیارة یعنی من ماشین ندارم. اگر بگیم که من خانه ندارم چی میگیم؟ ما عندي بیت. قلم ندارم. ما عندي قلم. دفتر ندارم. ما عندي دفتر. کلید ندارم. ما عندي مفتاح و غیره. من ماشین ندارم. عندي درجة. من دوچرخه دارم. عندي درجة من دوچرخه دارم یعنی ولسپید. حمزه عنده سیارة. حمزه باشد ماشین دارد. همین عنده اصلا اگر بایدتون باشه درسای اول ده گفتیم که این عباس هو عند المدیر گفته بودیم که او در نزد مدیر است. عند مضاف، المدیری مضاف الیه. او در نزد مدیر است. همین عنده بود چی ترجمه می شود؟ در نزد کسی بودن. انا عند ابی، من در پیش پدرم هستم. انا عند اخی محمد، من در پیش برادرم محمد هستم. یکی در اینجا وقتی که درباره ماشین پرسیده است ایرا عنده را همچو در نزدی ترجمه نمیکنیم. چی ترجمه میکنیم؟ داشتن، یعنی دارای چیزی بدن. یعنی حمزه ماشین دارد. اینجا چی می ترجمه میشه؟ عنده داشتن چیزی. حمزه تو عنده سیارة. حمزه ماشین دارد. من ماشین ندارم. من دوچرخه دارم. و بالله توفیق. درسمون زیادی بچه طولانی شد، بخشش زیاد نکی گفتگو به نهایت مهمه. با تلاش باشه، با اخلاص باشه. و ما توفیقی الا بالله. والسلام علیکم و رحمت الله.